نسیموف در این دور زفر یافت. مبارک باشد. کامگاری یارتان. حق نظر میگوید که من از مردم سیبیسان بسیار منت دارم. برای مهمان نوازیتان، برای قدرشناسیتان جهان سپاس. اکرام من یک دعا کرد. خداوند سفرتان بخطر کند. سعادت زندگی یارتان کامگار و موفق باشد و به خاطر و به شرافت پیروزی شما همیشه پرچم ملت طرفشان باشد. آمین. الله اکبر. تشکر. راه سفید خیر و مقدم. خوش افضل احترام کرد و یک سخن الهیده خودش گفت که گشتنگیری من به شکر ممد. اما این جوان مرد میگوید که اکا عزت مردم سیبستان به دل و دیده قبول. من روز 26م نیالی گشتی نمیگیرم بر برکتلو رو تیره. تشکر ولی دهونی گفت مرا گوش کن. اینا هر دوشان گشتنگیریشان یک جهت کار میگود که اکا من به خاطر احترام مردم کم ترکیب تشم بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه بلند بردارد و سربلند باشد. خوش آمدید به سیبستان آوازدار و مهمان نواز. انا اکمالا بیارین و کارا در همینجا گردان کنین. یک خیزه افضل جا بیا. یه جوان مرد کشیدی بون نمیگه اوخی. خب بیا همروز رجبوف مسچوه کوهی کوهستانی مسچوه اینا تایسون زیارتشان نام دارد لیکن بسیار قیافش به همون تایسون مانند است. این تخلص به سبب نگرفته است. به هر دو زفر میخواهیم حاجی انا یک ماشینه لباسشویی ارزشش 5000 سومانی. خدا به هر دو بخت اقبال تید میدان سیبستان را زیبا کنید. آمین. الله اکبر. تشکر. افضل شهر نورک این تمرین مصطفی را پیشتر تکمیل دادن. بچه فرخوری به هر دوشان زفر بخوریم. میدان سیاد زینتی دومین آنها چیزی میگو چیزی میگو تیز بگونم میگوی ابراد نکروگم. تمام تمام کاری نبود برای کار پیشت بیاده که مصطفی خوبسوری مصطفی یک نو و باز هنرنمایش نوع دیگر. تشکر.
هر دو این بچه خودتالان گشتنگیریشان مساوی برای هر ما فهمم خوب چی شد؟ خوب به سبب علت برداشتن این بچه خوب بچه که رودکی را توفش تیدو تشکر عبدالجبار رودکی رستم خوجایف شهر دوشنبه این بچه دو غلبه و دو مساوی رستم خوجایف با شکر محمد مساوی با هر دو ظفر و اقبال توفه اینو رو که محیدین در ورقتان نوشته کن یک تلویزیونی پلاسکی نه یک یک ماشین جامعشویی ارزشش از 4600 تا 5200 هر دو تا کی شما رستم پوشیده بیاید اکمل خیز که جورا با یک گوشنگیری حق نظر نمیشه وکو خیز یک بار دیگه بیام ولی در بخی بتای پوشی نورک پالوم سیوره خیز ولی تو بیای بعد افضل ممکن برات بیاید باید خیلیش میکنیم خیلی بیا خیز اکمل هم میدان دوریشون دیدیم با حق نظر بچه هایی که نیرو سنجی کردن هم علاقه یک بار از این غلبال پهلوان خیزی سیبیستان گذاشتن خوب کی دو گرفته بوده که غیر اینو مصطفی و افضل خستیم و کوتاه شد رستم خوب نشد سیدای پهلوان ناماشنای تاجیکستان مولا رجب خلیفه‌یف ایستادگی کرد
نبی نورالی امروز در میان وزنهای میدان سبیستان رقمی 1 اینجا بیون اناکنون که ایشون اینمی بچه هم با همه چی ارزنده هنرشان و مهارتشان 6 دور میدان دوری کرد خوب رستمو که بیاید نشد خوب چی شد مولا رجب با سیداتم که بینین فایزیدین بینید دستی آخرین بچه ها را مزودتر کنید رستم و مصطفی گوشتین گیرن بعد این کاری ما حلش پیدا میکند یک کرمامت گرفتی و مکافات بته انا که حاجی اسلام الدین تحفه شانه بگو وزنشون خوب ترکن مالی دو تا بگی با تو بین دو راگی بعد روین جا بیو دو را گیر گپی مورا گیرو گپی نو گپی ترا گرفتی مکو بچه ها که احترام این از اکرام و احترام بزرگی ما مهمانداری ما وابستگی بیشتر دارد بچه ها گوشتین گرفتن در کار فرزندی ملت است انا خیلی مهربانی کنید به دیگرتون چی در کاری کینه و گیله ها را از دل دور کنید میدان داری کنید این هپا رستم نشد گوشتینگیری شفافیت رو طلب میکند باید اینجا هم فرهنگ و احترام و فراست و آدمگری و فضیلت انسانی و زیر کلمه گوشتینگیری نهفته است اینا را رعایت کردن در کار رستم خوجه کار تیز دانیده که با این عبدالحکیم رودکی رجب وزنی تا 80 کیلو چی شد امو که مولا رجب دستی آخرشان گوه بچه 40 مینوت شد اونو برای ملت کار میانو مولا رجب با گوشتین میگیره روزی 26 غم نتیم بچه ها را بچه هایی که در حیاتی بود شو تمام تست رحمت کلون دستشان بردار اکو ما گب سری 26 میروه التماس
اینا هیئت منتخب مودن، مخصوصا ملا رجب که خلیفه نه خودش گوشتین دیدم مالی گپ سری دیگر کس رفیسته، گپ سری هویت وطنداری ما است. ملا رجب بینید مبادا با آسیب نبینیم. ما به خاطر این گفتیستم شکر محمد این را قدر کردن اونا که اکمال هم گفتن که اکو ما روزی 26 میدان باری داریم در تاجیکستان خودمون است، باید آماده باشیم هر طریقی باشه. برای همین احتیاط کنید مولا رجب. خب مدیان برای شاجایزه مسابقات امروزه اکنون طبقه برا یکی از لحظات حساس حل طلب میدان اما автомобили BMW آماجورا جهانگیر باباف این چی شده؟ دریفتی پرتافتی فایزیدین حلال چی شد؟ پرتافتی سید احتم علی مردانوف حلال